مسیح ریحان، کسی که یقین دارد تا یک سال آینده هزاران علاقمند خواهد داشت. او در هفته گذشته با برخورد آریانا سعید روبرو شد. اخلاق و ادب هنری یک ذره کم است. ما براتون وعده میکنم در ظرف یک سال ببینید شهرت ما چقدر بالا میره. مسیح از خودش دفاع کرد و حالا باز هم برای شما میخواند. هیچ از آریانا جان این توقع نداشتم که من عکس العمل کنم. میفهمم که اجمل جان زین دست دادن، دلشان پر بود. البته مرا دوست داشتن، ما برشان محبوب بودم که دل خلاص سر ما یخ کرده. یک چند سال بعد مسیح جان این گپ به یاد خود میاره و از این گپ او وقت میفهمه که منظور من چی بوده و فایده از این گپ ما برای مسیح جان چی بوده. شاید او وقت بفهمه، شاید آل نفهمه. تمام مادرهای این جهان یک کف محکم بزنیم. خب خارا صاحب، امشب مسیح ریحان چگونه اجرا کردن آهنگشونه؟ مسیح جان قسمی که همین لحظه شما میبینین، همین لحظه احساس کلگی را تحریک شده در مقابل آواز مسیح جان و مسیح جان از این همین لحظه یک آوازخوان است، یک هنرمند است که روی آوازش من حساب میکنم. بچه بسیار قندول، بچه بسیار خوب، بچه بسیار با ادب و بچه است که من تقریبا 3 ماه
ما همراه از نا کار کردیم. بر علاوه که موسیقی بر از نا درس دادیم، در تمام عرصه ها ما اینا را کمک کردیم و افتخارم است بچه است که شاید کاندید چون باشه. بخیر. آواز افغانستان. تشکر. آریانا جان، از دید شما مسیح ریحان امشب چگونه اجرا کرد؟ ما همیشه گفتیم که مسیح جان همیشه مقبول میخونه، در هیچ جای شک نیست. از روز اول که آمدم من متوجهش هستم. استعداد بسیار خوب داره، انتخاب آهنگایش همیشه خوب است. یعنی متوجه هستم که هر قسم آهنگ به نوبه خودش و زیبایی اجرا کرده، مثل همیشه بسیار مقبول خواندی. از دید شما مسیح ریحان امشب چگونه اجرا کرد؟ البته مسیح جان مسیح جان خان بسیار مقبول خواندی. البته ما هم دو ماه میشه که مسافر هستیم اینجا، از مادر خود دور هستیم. به یاد مادرم آوردی. سلام میگم اگه مادر میبینه دستایت میبوسم. بسیار قلبا دوست دارم. به او گپا احساسات میمانیم. یک دقیقه اینجا جدی میشیم. آهنگی که خواندی از سر تو قمر راضی نبودم واقعیت راستی بگویم، لیکن احساسات به آهنگ خوب بود. سلامت باشین. بابای جان، نظر شما را میخوایم داشته باشیم. تا جایی که ارتباط به اجرای مسیح جان میگیره، به نهایت مقبول اجرا کردن با احساس، با تمام نزاکتش. من کاملا راضی هستم از اجرای امروزتان. نام خودتون. یکم مادر. تشکر. زنده باشین. دوستان عزیز، اگر بخواین مسیح ریحان در هفته‌های آینده براتون آهنگ بخوانم، به 4 5 6 زنگ بزنین. بعد از انتخاب زبان 5 1 2 7 فشار بدین و همچنان به منوی مسیج موبایلتان تا 151 فاصله 27 86 56 ارسال کنین. به مسیح جان میرسه.